درود، امیدوارم صحت و سلامت هستید. امروز درباره قهرمانی زنان یا زنان قهرمان صحبت میکنیم. چرا هیچ زن یا بانوی تاجیک عنوان قهرمانی تاجیکستان را ندارد؟ آنها از مردان چی کمی دارند که سزاوار چنین عنوان نشدند؟ زن باشد خانشین است. نیکی اگر در سر قدرت بدنش با فکر ما نادرست است. سبب همین است باورهای قدیمه و ناتوان و بی‌هنر حساب کردن زن یا چیزی دیگر. یک نظرپرسی کوتاهی که رادیو آزادی در همین باره داشت بحث زیادی را در صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام برانگیخت و تا مسئله حجاب و سطر کشید که این را کنار میگذاریم و شرح کاربر آغاز میکنیم که در فیسبوک خود را پیر و خینیسا معرفی کرده و چنین نوشته است: مادران خود قهرمانند، قهرمانی هر دو عالم، مخصوصاً مادران تاجیک که عین زمان فرزندهایشان را تنها کلان و تربیت کرده ایستادند و این گونه مادران نهایت زیادند. در تاجیکستان حالا فقط 6 کس عنوان قهرمان کشور را دارند و همه مردان هستند. این عنوان عالی دولتی را برای خدمت زیاد به مردم و دولت می سپارند. شریف خالف یک کاربر دیگر در فیسبوک از زمان شوروی یاد کرده است که به زنان برای تولد زیاد عنوان قهرمان مادر می دادند. در زمان شوروی همه مادرانی که از 8 فرزند زیاد تولد می کردند عنوان قهرمان مادر با میدل می گرفتند، ناوابسته از آن که نصف یا همه فرزندانشان دزد و راهزن یا جنایتکار برایت هم. در اینستاگرام نیز بحث زیادی درباره نظرپرسی رادیو آزادی ادامه دارد و تعدادی از کاربران درباره قدر نکردن زنان گفتند و از جمله یک زنی که خود را استتیکا معرفی کرده است. شرحش چنین است: نمیدونم 6 سال خوندم، 10 سال کار کردم، اکنون در خانه نشستم و تربیت کودکان مشغول. خودم را از دست دادم. نه به سلامتیم اهمیت میدهم، نه به خوشرویی. کودکبانو فراش بی پول برای شوهر. تعدادی از کاربران گفتند که چندی از زنان تاجیک به مثل طبیب شناخته سعدینیسا حکیمووا و نیزارما ظریف و مقامدار سابق در عهد شوروی برای خدمت‌هایشان به مردم تاجیک لایق عنوان قهرمان تاجیکستان هستند. بعضی‌ها زبونیسا رستمووا و کمانکش شناخته را هم نام بردند و یکی حتی گردآفرید قهرمان شاهنامه را پیشنهاد کرده است. گروهی از کاربران که اکثرا مردان هستند گفتند که زن سزاوار عنوان قهرمانی نیست و عموما نباید کار کند و در خانه نشیند فرزند به دنیا بیارد. کاربری با نام محمد 16 در اینستاگرام در پاسخ به این گفته‌ها چنین شرحی را گذاشته است: بعضی‌ها حالا هم به عقیده‌های طالبی زندگی دارند. زن نباید علم آموزد، زن نباید از خانه بیرون برآید. اما شرح بسیاری از کاربران چی در اینستاگرام و یا صفحه رادیو آزادی در فیسبوک یک است و اون هم این که زنان و یا مادران در اصل خودشان قهرمان هستند. کاربر با نام سلطان جان ولیزاده گفته است: زن مادر خود قهرمان است که قهرمان ها را به دنیا می آورد. شرح پروینه نظرزاده در فیسبوک نیز عین همین است: زن مادر به همان عنوان هم قهرمان است. کاری که مادر میکند، سخنی که مادر میگوید یگان شخص خصوصا مردها کرده نمیتوانند. مادر دائم قهرمان است. با همین شرح جالب آزادی آنلاین را به پایان میبریم. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. به نظر شما کدام از زنان تاجیک سزاوار عنوان قهرمانی تاجیکستان است؟ نویسید زیر همین برنامه یا با تلفن ها و پشت الکترونیکی میبینید. تا دیدار در برنامه های دیگر.